اما نکن پسر، اما نکن، شروع نکن. برو اونور ببینم، برو اونور. حاجی دقت کردین ناظم خیلی پررو شده؟ البته این معاونه ولی در معنی سرویس ها. حالش نمیگیره. چیکارش کنی؟ دهنش سرویس. من بهتون بیا میگم بیا چیکار بیا. اینجا همه برید سر کلاس، برید ببینم. حالا میگید کار کی بود یا نه؟ پس نمیگید، دستا رو باز کنید. الحق که یکی یا یکی خرترین. گم شید برید سر کلاس. دمتون که بچه‌ها به شما میرسه بالی کرده. لاتی بود. به هممون میرسه. خب پدر آمرزیدار لااقل چیزی بگید حوصله‌مان سر رفت. آقا کلاس بیکاری بذار بخوابیم دیگه. الله یا ماریان مامانت دیگه نمیاد مدرسه اول درس بپرسه. درست خوب شده ها. آقا اجازه ولی ما مامان شما رو هر روز تربار میبینیم. احوال شما رو اما میپرسه. من دو دهنت دوباره یه بار به دهنت خندیدم. پر رو شدی؟ ها اجازه الان که بیکاریم میشه بچه‌ها واسه پدر بزرگ ما یه فاتحه بخونن؟ آره حتما. خیلی دوستش داشتی نه؟ آره خیلی دوستش داشتم. یه روز که برده بودم همون تا بند خدا را بشورم از ته دل دعام کرد گفت انشالله به جایی برسی که تو زندگی 10 تومن واسط پولی نباشه. خدا رو شکر الان 700 800 تومن بدهی دارم. 10 تومن به چشم نمیاد واقعا. آقا اجازه میشه حالا که بیکاریم یه امتحان بگیرید ازمون؟ یه لحظه. خد یه دهنت ببند. محکم‌تر بزنینه. به درد نخور. آقا اجازه میشه ازتون یه سوال جنسی بپرسیم؟ چی؟ دهنت ببند گوش دلخ. بابا ازت خواهش میکنم شما سوال ما رو جواب ندی کی جواب بده؟ خب بپرس ببینم چیزه؟ جنس شلوارتون چیه؟ خیلی مسخره. چرا مسخره میکنی آخه؟ اصلا چرا مسخره کردن دیگران کار درستی نیست؟ اجازه میدونی چرا؟ شاید او از شما مسخره تر باشد. آقا اجازه داداش ما میخوایم بریم عروسی خالقلیمون میخوایم شاباش بدیم. اسکناس 9 داریم ما بدی؟ چندی میخوای؟ اسکناس 10 5 فرق نداره. دارم این مقداری. آقا واسه ما کارت به کارت میکنی؟ نریز یا دیوونه آیا امینی؟ دسته نباشی. چه کتابی داری میخوانی؟ 4 اثر از فلورانس اسکوالشین. واو یه چیزی از توش بگو تا فیض ببریم. چشم آقا. لازم نیست برای شروع عالی باشیم ولی برای عالی بودن باید شروع کنیم. رحمت بر او پدر و مادرت. حامد تبریزی تو کی میخوای ازدواج کنی؟ به نظرت دیگه وقتش نرسیده؟ هر وقت زورم رسید تا خوشبختی رو تقسیم کنم حتما ازدواج میکنم. فعلا واسه بدبختیام شریک نمیخوام. مهدی تبریزی تو چرا ازدواج نمیکنی؟ والا آقای معلم شما چه غریبه نیستین. یه دختر پول دارم الان پیدا نمیشه که منو به خاطر خودم بخواد. حمید شربتی داری چه کار میکنی؟ دارم لباس میشورم. مگه ماشین باشویی نداری؟ چرا داریم ولی خب میرم توش سرم گیج میره. آقا یه بارم مثل بچه آدم رفتار کنی. آقا مثل حابیل یا قابیل. تو فقط آدم با گل میدی اگه آدم باشم حوام بمونی؟ به خدا هر که جامعه بود الان یا سکته زده بودش یا معتاد شده بود. راستی گفتم معتاد. حامد تبریزی من شنیدم تو سیگار میکشی. البته به منم هیچ ربطی نداره. سیگار آرام آرام انسان ابین میبره.
آقا ما هم عجله نداریم. آقا اجازه وقتی یه نقطه آبی رو دیوار حرکت میکنه میدونی اون چیه؟ نمیدونم، شاید جوشکاری کردی چشادا برق زده. نه آقا اون یه مورچه هست که شوالی پاش کرده. دور تو چرا جورابات یکیش قرمزه یکیش آبیه؟ مرزی یه دقیقه گوش میدم چی میگه. آقا اجازه اتفاقا یه دونه عین همینو خونه دارم، یکیش قرمز یکیش هم آبیه. حالا فهمیدم چی شد. آقا اجازه بریم دستشویی. دیگه یواش یواش داشتم بهت شک می‌کردم ها. ماشاءالله تو هم دیگه داره طاقتت زیاد میشه. بفرما. بفرمایید. سلام معلم، حال شما خوبه؟ معلم پسر من هر روز میاد اینجا، می‌خواستم امروز نیومده. ببخشید یه خورده اذیتتون میکنه آقا معلم، یه خورده پیش فعاله. قبلا میگفتن طول سگ، الان میگم پیش فعال. من اینو 12 ماه زاییدم، نیومده اینجا معلم. نه اتفاقا امروز اینجا نیومده. حالا چه می‌خوای؟ یه گچ می‌خواستم معلم. مرسی. آقا معلم گول زدم دست. چه خبره اینجا؟ چه خبرتونه؟ اینجا باغ بچه یا مدرسه است؟ حضرت علی؟ من بازرسم. آقا خیلی خوش آمدی. برپا. بفرمایید خواهش کنم. ببینین از اداره من دستور داده که من بیام خدمت شما سطح علمی شما رو سوال بکنم، یعنی کلاس به کلاس، ببینم چیکار هست. خب شما علت پاره شدن لایه اوزون چیست؟ جناب اجازه رعایت نکردن ابوالفضل. یعنی چی؟ شما یه 2 دقیقه وایسی متوجه میشین از بو و صدای چی در میاره. خب از تو سوال میکنم، علت شکست شاه عباس چی بود؟ جناب شاه عباس اول یا دوم؟ خوشم باریکلا دوم. این تو انتخاب رفیق اشتباه کرده بود، رفتن سر قرار مفتشو بردن. الله رحمت الاسلام. الله رحمت داشت غم نبینه. خدا بیامرزه. اینجوری مفتشو بردن. خدا رحمت. ساکر آقا. از شما سوال میکنم 2748 منهای 440 سریع بگو چند میشه؟ 15. یعنی چی؟ این که درست نبود. ولی سریع که بود. آقا فستن فیروزه 17 تو. جناب اجازه بفرمید. میتونیم با گچ آبی قرمز بنویسیم؟ یعنی چی؟ مگه میشه؟ الان میان نمیشه. وای ببخشید. دارم آموزش میدم، برو تیر 2 وای سلام میام. ارادت همان گونه که مشاهده میکنید این گچ آبیه. همه میدونن این آبیه، ولی من قرمز نوشتم. خب حالا از شما سوال میکنم اولین کسی که رکورد دی نصف شکوند کی بود؟ حضرت عباسی من نشکوندم. خدا سرشاده من اصلا اهل دروغ نیستم، اینا رفیقام میدونن. به مولا اصلا دست ندادین. من دست دادم ناموسم. ما نگاهش کردیم فقط. نه جناب بازرس، من اینو میشناسم، خود به خدا کار اینا نیست. من همه‌شو نمیشناسم. کار این نیست، خدا میدونه. آقای مدیر کجایی؟ آقای مدیر این چه شاگردایی تربیت کردی؟ یکی خنگ‌تر، یکی خرتر. من نمیدونم اینجا تیمارستانه یا مدرسه، اینجا چه خبره؟ آقای بازرس چی شده؟ چرا ناراحتی؟ از این بدتر؟ از این دیونه‌تر؟ نمیدونم، من اصلا نمیدونم چیکار کنم. من اصلا نمیدونم اینجا مدرسه است یا تیمارستانه. آقا این شاگرد درست کردی. از شاگرد دارم میپرسم که ببین از این سوال راحت‌تر، اولین کسی که رکورد دی نصف شکوند کی بود؟ میگه والا من اینا رو میشم. آقای معلم میگه والا اینا رو من میشم، کار اینا نبوده. آقا من برم به کی بگم دردمو؟ ها؟ آقای بازرس آروم باش، خودتو ناراحت نکن. تو چی میگی اصلا؟ ما توی مدرسه 2 شیفت داریم. احتمالاً کار شیفت بعد از ظهریاست، کار بچهای ما نیست. والا اینجا تیمارستانه. والا تیمارستانه. برو که میرم. دیوونه